رفیق سردار من در وقتش هنرمند بدم حاج هنرمندی را پاس کردم طبیب هستم حاج طبیبی بکنم اگر کسل باشی ما طبابت بکنه به پول ما تراپی دارم با نام بوسه تراپی من تکلیف کردن تمام مردم طبابت کردم خب وزارت کارهای داخله را بی پول طبابت کردم یک مرد که ما گفت آقای شپریس نخره و کال نخره دارو بی پول یک مرد که ما گفت فکر بلبلیان دستم 10 ساله که کار نمیکنه در میکنه از دست مو برادر یک بوسه کردم دستش در کار در آمد یک سترسیلیتن گفت آقای بلبلیان سرم 10 ساله که در میکنه ای پیشانی هم برادر یک بوسه کردم سرم برادر ساز شد یک نفقه خوری وزارت کارهای داخله یک سخن گفت تا حال سخنی و دل مرا خنجر میزنه بسیار ما در بین مردم شرمنده کرد چی گفت گفت آقای بلبلیان شما هستین گفتم بله گفت شما با بوسه طبابت نکنید گفتم بله گفت آقای آقای بلبلیان میبخشین می گی مرا طبابت نمیکنید آجی رفیق سردار لبه طبابت بس کردم اکا آجی نزد چه نمیکنم اینای تخمسر طبابت میکنم الان دوستان عزیز میمانان عالی قدر با آواز هنرمند مردمی جمهوری تاجیکستان نگین پانلو رؤوف از عبدالجبار خواهش میکنیم برای ما یک چند ترانه بسرایه مرحمت ها یک دست گلم در ای فیض آباده های فیض آباده جان مرغی دل من همیشه در فریاده جان مرغی دل من همیشه در فریاده ها یارم اینجا باشد صحبتم آباده صحبتم آباده ها یارم رفته نصفی عمرم برباده ها یارم رفته نصفی عمرم برباده اکو یک کارخانه برآمد است کو همه میترسد اکو هم تکدر ای نامش چی گفتم کو ها اوهانا با نخون میخشید کو بدن آدم ورق میخیلیم کروپسیا همین خیلی واهیمه کردن منم یک دو روز یک تا خورده رفتم که تورتنک باری تورتنک در ادور دیدم نه هوایم رنگی ما آدم با پیشتر رفتم میخیل که نه یگان دیگرگونی نیست هوایم آدم زندگی دارم بلاش گردم و یا ناوست دارن خیلی بعد فکر کردم که ترسیدن در کار نبوده ورود گوزنان کردم ممکن خیلی نه که به هر حال ابلا 1000 تا دیستانس گرفته گشتن در کار خیلی من باز تهمت میکنید که جنایت پوشیده ماند ما برای هوا یک جنایتکار آوریم در نظر شما روی راست آشکارا صحبت میکنیم من بعد نویسیدم که کارمندای ملیسا آشکارا صحبت میکنن نوبت دار لبای تستر بیا لبای رفیق سردار نوبت دار همون جنایتکارا بیار مایلش رفیق سردار همین یک کارمندی بدهد داد که شما درسونم این چی نمیدونم پول مول نباشه کاروس پستوی نکنی باتون شما نمیدونم کنی ها گیر فرو میشود ها اینا من خودم گفته بودم ها سلامت باشه این یک کس به در کار سلامت رفیق سردار لبه اجازت میتی یک چی گپ زنم چی یک چی گپ زنم گپ زنی مرحمت تیز گپ زن توی دارم توی داری مبارک شود رحمت میتونم خبرنگارا همه عاشقی میریم سلامت جواب رفیق سردار یک چی گپ گویم چی یک چی گپ بگم ها کمتر پول در کار اون من توی کی داره من پول کی به در کار من ده اکوز وضعیت پول بیزی خودت میدونی نه همه کشو کش خلاص شدیم اکو اگر یه ماه پس میشید بخاطر توی کدام ممکن بازی ندارم که شروعی ندارم برو اکو نه غم نتی رو جنایت کار بیا ای جبیو اینجا بیا همین امانتی بردار اکو همین کارمندی بدیه من خواهش کردم اکو یک شینوسم به در کار شد من همین گیر یک هفته تو به مهلت راو زندگیت با کار کنو با امانتی آورده تی همین دی رحمت اینا باور کن و در جگر این جانمی
رنگ گوهرک چشمم نگاه کن اینا مایلش می مایلش. این چند کس صاحبای خانه و در ماشینای خارجی کردین مایلش. یک قامت از زن یه ردرجان یه وای داده یک هفته پس بیار که با یک کس دیگه به درکار خودم توی داشتم زور اومد یک هفته زور شد ایشالا کار نشد جنایت کاره دو جونم شوی بیار جنایت کاره خوش محترم خبرنگارو انا میخیل گپ و کار بذارا. من اینجا در پروتکل با دادرونش دیس فهمیدی می بر قطع اویله تماشا کنو جریمه برده سپور فهمیدی گوش کن استاد عظیموف عظیموف عبدالجبار همین کس روز میلیسا آخه ما بام شعبه ما بام یک وظیفه گذاشتن تقلید اطاعت اگه با برنده 100% مکه یک گمشت جنایتکار گمشت گردنه یکا تمام هنر را دارم مکه برندگی هم میکنه مکه تو من خودت معلومات عالی داری معلومات عالی دارم مکه کجا خوندگی تو؟ این چیز سانه اما شعبه که شما تمام کردگی اون را ما تمام کردگی مکه ما میتونیم کلکتیو بیشتر بوده من خیلی آرام تصور کنید کنسرت کنی شما برنده شما تقلید میکنید السلام علیکم دوستان عزیز میهمانان عالی قدر همه شما را بر روز عید تبریک میکنیم بگذار همیشه در لبات و خنده هویدا باشه در بزم امشب ما 20 هنرمندان شناخته جمهوری تاجیکستان حضور دارند اینک تحت کفکوبی های بردوام شما هنرمند مردمی جمهوری تاجیکستان بانو زیبا مارخسار صفی و آمدن به تبریکات شما مرحمت پای مارخسار ما اصلا مارخسار صفی و در خدمت ما و شماست صفی و مارخسار بسیار خوب میسرایا مرحمت پای مارخسار تمام مردم شما را دید انتظارند شما بخوانه که مردم حلاوت ببرن اپای مارخسار اپای مارخسار بسیار ناز نکنه که یا ناز دوست نمیدارن اپا واسه میخوانه که مرحمت اپای مارخسار سرا مرحمت یعنی خرسقا برای شما بده پا ولی باید با خرسک بزنه پا جا مرحمت کنه وقتی که سود خواندی بود کردی بعد خرسک بزنه یک بارگه خرسک بزنی بعد این بدی بلند سایه بر سارد که نیاره نادیده مرست قیدی دارد که نیاره نادیده مربت ملامت کردن جانه ملامت گره بغم گرفت در بیرون میگردی همه پرابلم دارد فلان بیامد اینجا می همه رقص رو گویا که یگان پرابلم وجود ندارد با چی گپ شد رفیق سردار تو قیماب کردی که آخی چی با دیر کردی تو چی با دیر کردی ساعت چند شد ای خونه برو اومدم رفیق سردار همین بیزنسمنو هم خفا نمیشن یا خیلی به حد مرده بوده رفیق سردار ای خونه برو اومدم تلفن فراموش کردم برو اومدم همسایه بیزنسمن در پیش تو مگجات میبخشی ساعت چند شد 50 سومانی با ارزان میشه میگه ساعت ها هیچ که فهمیده نمیشه من پسر خودم فهمیده نمیتونم چه پسر خودم آخرون کنجا بای هست کو ها اکو هوای گفتم که برام اکادمی ملیسا خونه آینده کسب پدرش گیرد گفتم آفرین بردیم خیلی یک زورا و توالا کرده بردیم موندیم یک تورنی میکشیدی عموما عموما 3 سال شدم اونجا خونساده یک ماه میرد یک ماه نمیرد باور کن مردک باری گپ زنم بچهای دیگه رو میگم که بچه شما تعلیم و تربیتش سوست بچه خودم هوای مردک باری من در دل من نگم دقیقیم دیگه 3 سال شد این عربی شلاخه خودم کشاله کرده بورسوری من اونجا بار میکنی این 3 سال بعد 4 تا گوز بود اونجا من میدونی چی وای نخونساده که خون گو گوسپن خونساده اونجا من نمیدونم با این ناهیده بروش پگای راست خدای جمع میکند و نمیکند دین خونه رفتم با همی خیلی یک قطی آچش هم جنگ قطی بچه هم جنگ کردم تبم خیره شد گفتم یک بیرون دروازه برام در قدی کوچه هوای تازه خورم برام بده شتم که میبینم کوراتور اکادمیا قطی وای هست کو نیم حافظ نیم ملیسا دارن کو امروخان دیگه نفهمیدم وای ملیسا یا حافظ دیگه نفهمیدم خیلی چی گپ شده است یا آدم با دو کس ممکن نیست با وای 3 تا داشته با وای راهبر قسم تربیتی هم بوده نیه دستاش پیش به طرف خانه من آمده ایستاده است گفتم هر چی باشه همین بچه چی بالا کرده گفتم گفتم که فیض الله اجم نخسته اونجا لب دادا جان گفتم تو چند روز شد اکادمی درس نرفتی گفت که 2 هفته گفتم گورز کوراتور قتل لیسانس کردی مساده چیا دادا شما گورز من شرمنده میشم هر روز گفتم چی با
من کوراتورا گفتم که دادام مردن و 2 هفته من جواب دید. فرزندی بعد داغ پدر گفتن تربیت کردن در کار. باور کن.